سلام دوستان، وقتتون بخیر. کار با برد آردوینو. من تو این پروژه یه دونه برد آردوینو گرفتم که این برد هر برنامه یا هر کدی که بخواید میتونید روی این برد آپلود کنید و این برد طبق همون برنامه‌ای که بهش دادین کار میکنه. حالا من تو این پروژه کوچیک یه برنامه بهش دادم که توسط این سنسور دما که وصل کردم به رادیاتور دمای محیط رو میسنجه و طبق همون دما فنی که به رادیاتور وصله روشن میشه. سنسوری که تو دستم میگیرم فن روشن میشه، یعنی به دمای 30 درجه که میرسه هر چی دما بیشتر بالا بره سرعت فن بیشتر میشه. یه توضیح بخوام در مورد این پروژه کوچیک بدم، این یه دونه رادیات بخاری پراید هست، اینم یه دونه فن ماینره که خیلی قویه، اینم پمپ آب آکواریوم با یه دونه المان خنک کننده که طرف داخلش وصل کردن به این هیتسینگ و آب توسط این پمپ داخل رادیاتور میچرخه و این چرخه همینجور ادامه پیدا میکنه و این سنسور هم وقتی وصل میشه به رادیاتور دمای آب که به 30 درجه برسه فن روشن میشه و اونو پایین میاره و این چرخه همینجور ادامه داره. حالا من کدی که روی این برد آپلود کردم توی کد یه جوری تنظیمش کردم که زمانی که دمای آب 30 درجه رسید فن روشن بشه. حالا میتونید اینو متغیره، میتونید روی 20 درجه 25 15 هر بذارید و فن طبق همون دستوری که توی کد نوشتین روشن میشه. و یه خوبی دیگه که داره اینه که من لحظه به لحظه میتونم دمای آب رو روی لپتاپ ببینم، یعنی دمای آب هر چقدر بالا میره من اینجا به صورت لحظه‌ای میتونم ببینم. بعد این پروژه کوچیک دوستانی میتونید درست کنید روی کولر خونه نصب کنید، زمانی که هر دمایی که بخوای هر کدی که بخواید میتونید روی برد آپلود کنید و زمانی که دما از اون حدی که میخوایم بالا رفت کولر به صورت اتوماتیک روشن میشه و دمایی که اومد پایین اتوماتیک خاموش میشه. دوستان این پروژه رو برای فن ماشین هم میتونید به کار ببرید، یعنی یه فن جدا واسه ماشین بذارین که اصلا جدا از فن خود ماشین باشه. اگه نمیخواید مثلا ماشین واشر بزنی یا داغ بشه اینو میتونید اجرا کنید، یه دونه فن جدا بذارین براش، زمانی که دما به اون حد میرسه این اتوماتیک روشن میشه و نمیذاره دمای ماشین از اون حدی که میخواین بالاتر بره و باعث میشه که فنای ماشین یا سیستم خنک‌کاری ماشین عمرش بیشتر بشه و دیرتر آسیب ببینه. دوستان از خوبیای این برد هر چی براتون میگم بازم کمه، یعنی اگه همین برد یه دونه ماژول بلوتوث بهش وصل کنید میتونید همین فن رو از طریق گوشیتون کنترل کنید، یعنی سرعتش رو کم کنید سرعتش رو زیاد کنید، خلاصه هر بلایی که بخواید میتونید سر این برد بیارید. برنامه رو آپلود میکنید طبق همون برنامه‌ای که بهش دادین کار میکنه. حالا اینجا رو دقت کنید، الان فن خاموشه، من این میذارم جلوش فن، این سنسوری که به برد وصل کردم با فندک بهش گرما میدم، سرعت فن رو میدم. یعنی هر چی دمای این بیشتر بالا بره سرعت فن هم بیشتر میشه. من میذارم جلوشون که خنک بشه سریع سرعت فن میاد کنه. به 29 درجه که برسه خاموش میشه. خاموش شد. من سنسور رو میگیرم تو دستم خاموش میشه. این بردی که من استفاده کردم برد آردوینو نانو هست، دو تا مدل داره تو بازار، یکی یونی هست یکی نانو. من از نانو استفاده کردم که فرق زیادی با هم ندارن از لحاظ کار کرد. میدن
اگه یکم از برنامه نویسی سر در بیارین به راحتی میتونین این بورد آردینو و هر کدی که خواستین آپلود کنین و طبق همون کد براتون کار میکنه. فقط کافی با محیطش آشنا بشید، زیاد هم سخت نیست. این هم محیطی که کد یا همون برنامه رو آپلود میکنید روی بورد آردینو. خیلی پروژه جمع جوریه. آب داخل هیتسینک توسط این المان گرم میشه، میره داخل رادیاتور و توسط این سنسور دما رو میسنجه و طبق همون دما فن رو روشن میکنه. اینجا هم به صورت لحظه‌ای میتونید دمای آب رو ببینید. یعنی اگه من الان دستم رو بگیرم روی سی که باشه فن روشن میشه، اینجا هم به صورت لحظه‌ای دمای آب رو نشون میده. الان دستم رو میبرم دما میاد پایین. همینجوری بالا میاد. این هم کدی که روی بورد آپلود کردم. این هست. دوستان من نقشه کامل این پروژه رو تو کانال تلگرام میذارم براتون. لیست قطعاتی که استفاده شده، نحوه چیدمان قطعات و کدی که روی بورد آپلود کردم، همه رو اونجا براتون میذارم. لینک کانالم تو بیسالم تو کپشن میذارم براتون، حتما اونجا عضو شید و استفاده کنید. این ویدیو رو هم لایک کنید، سابسکرایب فراموش نشه که پروژه های بعدی، ویدیوهای بعدی خیلی خفن تره. ممنون که تا اینجا ویدیو همراه من بودید.